بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از میزبانی و مهمان نوازی برادر عزیزم جناب آقای امام علی رحمان، دولت و ملت محترم تاجیکستان تشکر میکنم. پیوندهای تاریخی، تمدنی و زبان مشترک پارسی نشان از عمق دوستی و قرابت میان دو کشور است. تاجیکستان یکی از شرکای راهبردی ما در منطقه و روابط همسایگی عمیق بین ما دو کشور هست. طی سالهای اخیر تحرک قابل توجهی را در جهت توسعه همکاری‌ها میان دو کشور شاهد هستیم. امروز 23 سند در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت دام، خدمات گمرکی، همکاری فراجا، سیستم‌های الکترونیکی، همکاری‌های هنری، فناوری اطلاعات، تمدید روادید، بیانیه مشترک و پیمان‌های مختلفی به امضای مقامات دو کشور رسید. امیدواریم با اجرایی سازی اسناد شاهد برداشت گام‌های جدی در روند همکاری‌های دو کشور و رسیدن سریع به نقطه مطلوب باشیم. با توجه به مشخصات و متغیرهای موجود در اقتصاد دو کشور، منافع مشترک زیادی با تاجیکستان داریم. اجرای ابتکارهای جدید طراحی شده قطعاً تأثیر شایسته‌ای در اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی مردمانمان خواهد داشت. بسترهای لازم برای عبور از مرز نیم میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور به راحتی قابل حصول است. دو کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر را دارند. لذا به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تأکید می‌نماییم. ارائه تسهیلات مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود و به موضوعات مهم دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، زیست محیطی مورد توافق قرار خواهد گرفت. در ارتباط با بسیاری از موضوعات و تحولات منطقه‌ای از جمله در موضوعات افغانستان مذاکره کردیم. افغانستان کشوری مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می‌دانیم. حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. همچنین پیرامون تحولات منطقه و در رأس آن جنایات رژیم تروریستی صهیونیستی اسرائیل در غزه گفتگو و رایزنی کردیم. ضمن محکومیت شدید کشتار مردم عادی و حمله به اماکن غیر نظامی بر ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونیستی در مقابل افکار عمومی و ورود نهادهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفت. من بار دیگر از میزبانی و مهمان نوازی برادر عزیزم جناب آقای امام علی رحمان قدردانی می کنم و آرزوی سربلندی، عزت و سلامتی برای مردم عزیز کشور تاجیکستان رو از خداوند متعال مسئلت می نمایم. خیلی متشکرم. تشکر جنابیاری برای اندیشه های نیکتان. خانوها و جنابان، نشستی مطبوعاتی ما خاتمه یافت. برای اشتراک به همه شما عرض سپاس می نمایم. سلامت باشید.